قبل از هر کار باتری رو از مدار خارج میکنیم. این پلاستیک اینجا میبینید رو به آرومی میگیرید میکشید تا این سوکت باتری از مدار خارج بشه. حالا با پیچ‌گوشتی 4 ستون این دوتا پیچ این طرف رو باز میکنید تا نگهدارنده هارد آزاد بشه. قاعدتا باید هاردتون الان در بیاد، ولی احتمال داره که نیاز باشه پیچای این ورم شل بکنید. این پلاستیک رو میگیرید میکشید، هارد از جاش بلند میشه و میبینید که هارد رو میتونید به راحتی بیارید بیرون. بعد این کابل رابطش رو باید به آرومی بکشید و جدا کنید. خب هارد جدا شد. حالا این 4 تا پایه رو ما برای اتصال SSD لازمش داریم. ممکنه که با پیچ‌گوشتی نتونید بازش بکنید، خصوصا که این پیچ‌ها 6 پره است. بنابراین ممکنه لازم بشه که ابتدا خیلی با آرومی با یه انباردست یا با یه دنباریک این پیچ‌ها رو بگیرید، اینجوری با پارچه یه تکون بدید تا فقط شل بشه. فقط همین که شل بشه کفایت میکنه، چون بعدش میتونید با یه پیچ‌گوشتی 4 سو احتمالاً، یا اگر نشد با یه پیچ‌گوشتی 2 سو، مثلا این نمیخوره بهش، یه پیچ‌گوشتی 2 سو من میندازم توش که این به 2 پر از اون 6 پره گیر میکنه، اینها باز میشن. خب فعلا این هارد اصلی مکبوکمون رو میذاریم کنار تا بعدن که خواستیمش بذاریم تو جای دیویدیمون که در میریم نشون خواهم داد. فعلا باهاش کاری نداریم تا اون موقع. حالا با هارد SSD مون، یه هارد SSD که قبلا تهیه کردیم رو میاریم و ابتدا همین پیچایی که از هارد باز کردیم رو دورش میبندیم. اینها به عنوان پایه های اتصال هارد SSD ما توی بدنه مکبوک عمل خواهند کرد. بعیده که نیاز دوباره به انباردست پیدا بکنیم، یعنی اصلا نباید نیاز پیدا بکنیم چون خیلی ریسف میشه. با همین پیچ‌گوشتی میتونیم اون رو تا ته ببندیم. اون اولش چون یه ماده چسبانندی توی پیچ هست اجازه نمیده به راحتی بازش بکنیم. الان بستنش راحته، اما در نظر داشته باشید که این پیچ‌ها کاملا تا انتها برن تو، مثلا مثل این حالت نباشه. الان من باید تلاش بکنم تا این پیچ کاملا بره تو، وگرنه توی جایگاه خودش خوب جا نمیفته. حالا هارد SSD مون رو میذاریم جای هارد قبلیمون. این کابل رابط رو جا میندازم، سپس اینو از جاش باز نکردم، پس آتی کشویی اولینا رو میذارم توی حفره که داره، بعد این رو فشار میدم که خوب جا بیفته، باید کاملا تو جاش محکم شده باشه. بعد این نگه دارندش رو روش میذارم و پیچاشو میبندم. بخش ساده کار ما انجام شد. هارد SSD به جای هارد قدیمی کامپیوترمون قرار گرفت. حالا هارد قدیمی کامپیوتر رو میخوایم بریم بذاریم جای درایو DVD کامپیوتر که مرحله سخت کارمونه. برای باز کردن درایو دیویدیمون قبل از هر چیز باید این کابل رو که یه مجموعی از کابلاست خیلی ورقی خیلی نازکی داره آزادش بکنیم. خیلی با ملاحظه یه بازی این گوشه ها میکنید، زیاد به انرژی و زور نیاز نداره، این آزاد میشه. به همین سیاق این طرف هم به همین ترتیب. ممکنه اینجا چون دفعه اول که میخواید بازش بکنید یاره چسبناکی باشه، نترسید، یه ذره باش بازی کنید، این چسب آزاد میکنه. دوباره برای این گوشه هم از پیچ‌گوشتی خیلی نازک استفاده میکنیم، سعی میکنیم زیاد
اعمال فشار نکنیم تا این آزاد بشه. این که آزاد بشه با یه چیزی، رو من ناخون دارم، یه چیزی مثل ناخون میتونید بندازید، این آزاد میشه. به این ترتیب این رو میذاریمش کنار و یادمون هم میمونه که کدوم طرف بوده. حالا باز کردن خود دیویدی درایو. ببینید پیچایی که این داره، یکی اینجاست، یکی این زیر اینه، یکی اینجاست. فقط اینو میتونیم الان باز بکنیم. برای اینکه اینو باز بکنیم مجبوریم اینو باز بکنیم. بعد برای اینکه اینو باز بکنیم چون زیر این سیمه است مجبوریم این سیمه رو شلش کنیم و چون به سیمه نمیخوایم فشار بیاد باید با ملاحظه رفتار بکنیم. پس قبل از هر چیز این قطعه رو از اینجا شلش میکنید. این قطعه هم خودش دو تا پیچ داره، یکیش اینه، یکیش اینجاست. خب یه پیچ سومی هم اینجا داریم. این الان قطعه آزاد شد. ببینید این قطعه رو من میتونم بذارمش کنارتر، اینجوری آزاده الان. اما کار ما کاملا تموم نشده. یه پیچ دیگه هم اینجاست. اینو باید الان شلش بکنید چون بعدن که میخواد اینو جا بندازید اینها به این گیر میکنه. بنابراین اینو شلش میکنید این پیچو. این همانقدر که این قطعه اینجوری لغلق بزنه کفایت میکنه چون بعدش میخواد درایو جا بیفته، جا داشته باشه. خب حالا این سیم ما شل شد. حالا با ملاحظه میتونیم پیش گوشتیمون رو اینجوری بندازیم اینجا بدون که فشار به این کابل بیاد. این پیچو بازش بکنیم. این پیچ هم در میذاریم کنار. خب اون پیچی که میگفتم این زیره اینجاست. این پیچ هم باز میکنیم. و پیچ آخرمون که اینجاست. خب دیویدی درایو ما الان آزاده، میتونیم بیاریمش بیرون. به این حالت باید بکشیمش بیرون که این به این زیاد گیر نکنه. ضمن که حواسمون هست یه کابل خیلی ظریفی مثل مدار هست اینجا هست. اینو خیلی حواسمون هست که صدمه نبینه. اینجاش یه ذره ممکنه گیر کنه این حالتی، با یه بازی کوچولی در میاد. این هم برای باز کردنش این سوکت رو یه بازی میکنید که از این ور که از این ور. این آزاد میشه. این که آزاد بشه هم تو گفتم برات کشوی اینو میکشیم بیرون. خب این دیویدی درایو ماست. این پیچ هم نیفته که به 1 2 3 تا پیچ متصل بود. این قطعه رو ما لازم خواهیم داشت الان. پس باید از روی این بازش بکنیم. این قطعه رو اینجا نگه می‌دارم. این دیویدی درایو دیگه باش کاری نداریم مگر اینکه بخواید شما براش قاب تهیه بکنید و به عنوان دیویدی اکسترنال استفاده کنید، دیویدی درایو اکسترنال استفاده کنید. خب این کدی هست که دقیقا مشابه این دیویدی درایو ما هست و تو جایگاه اون قرار میگیره. هارد میره توش و تو جایگاه اون قرار میگیره. قبل از این که من اینو جا بزنم یادم نواس بره که این قطعه اتصال کدی به بدنه رو بهش وصل بکنم. برای اینکه جهتش رو متوجه بشید ببینید این به این شکل اینجا قرار داشت و این قطعه به این شکل بهش متصل بود. پس این دوتا زایده رو به بالا باید باشه. این هم که به همین شکل اینجا قرار میگیره. پس اینجوری این دوتا
میان اینجا. خب حالا موقع اونه که هاردمون رو توی اینجا بزنیم. قبل از اینکه هارد رو بذاریم توی کدی، دقت کنید 4 تا پیچ از این 4 طرف بناس وارد بشن به هارد، یه مقداری فشار بیارن و هارد رو توی این نگه دارن. دقت کنید این 4 تا پیچ اینطوری بیرون نزده باشن، مثل الان تو باشن. نکته دوم این که شیوه اتصال این سوکت هارده. ببینید یه سوکت کوچیکی داره، یه سوکت بزرگ. رو هاردم میبینید که یه سوکت کوچیک هست، یه سوکت بزرگ. طبیعتا کوچیکه میره تو کوچیک، بزرگه تو بزرگه و جز این حالت طبیعتا اون تو نخواهد رفت. دوباره این پلاستیک رو میگیرم که ضربه نخوره هارد، آروم میذارمش توش، بعد با یه حالت کشویی جا میفته. حالا اون پیچایی که عرض کردم رو صفر میکنید. اون پیچا اینجا. مهم اینه که هارد توی کدی کاملا محکم باشه. میبینید که از جاش تکون نمیخوره. اوکی، این پس قرار گرفت. حالا هارد رو جا میندازیم. دوباره مثل حالت کشویی اول این باس بره، بعد بدن جا بیفته، اما در نظر داریم که کامل هارد رو اینجا جا نمیندازیم. چرا؟ چون قبلش این سوکت رو باز بهش متصل بکنیم که فشاری بهش نیاد. این سوکت رفت جا. حالا ممکنه نیاز باشه یه بازی بکنیم، یه فشار کوچولی بهش بدیم تا توی جاش قرار بگیره. خب دقت کنید که این هارد ممکنه مثل دیویدی درایوتون خوب چف نشه، چون بالاخره میلیمتری یه ذره قطرش از اونور تغییر کرده. اون پلاستیکه خود قطر هارد یه ذره ممکنه فیت نشه به اون شکلی که اون دیویدی درایوتون بود. اما با توجه به نوع کدی که میخرید ممکنه پیچاش هم تغییر بکنه. یادتون باشه ما 1، 2 و 3 پیچ از اینجا جدا کردیم، اما این کدی که من دارم اینجا و اینجاش جای پیچ نداره، فقط اینجاش داره. بنابراین من این پیچ رو باید ببندم، این قطعه روی این صفر باید بکنم، اون وقت هاردم سر جاش قرار میگیره، هیچ اشکالی پیش نمیاد. فقط برای اینکه به اصطلاح این پیچام گم نشه من اینها رو دوباره سر جاشون میبندم. خب این ولی پیچ مهمیه اینجا، چون این نگه میداره کدی رو تا زمانی که پس این قطعه رو ما وصل نکردیم. این پیچ مهم رو میبندیم که این کابل آزاد باشه. حالا که این قطعه رو ببندیم این کدی رو تو جای خودش نگه میداره. همین الانش هم میبینید کاملا سفته. اینجا یادتون باشه یه پین داره، اول این پین رو جا بندازید، بعد این رو تو جاش قرار بدیم. این ور یه پیچ کوتاه میخورد، این پیچ هم که شل کرده بودیم صفر میکنیم. اینجا هم یه پیچ بلند رو این قطعه فلزی میخورد. این قطعه وصل شد. میمونه اتصال این کابل ورقه ایمون. دوباره به همون شکل، به همون فرم و جایی که قرار داشت، جا انداختنش یه ذره راحت تره. با یه فشار خیلی آروم این تو جاش جا میفته و برای آخرین کار هم سوکت باتری رو توی جای خودش جا میندازیم.
موفق باشید.